در شهر نوکوس جمهوری قرقالپاکستان چمپیونات آسیا اوید با گشتنی کمربندی برگزار شد. در این چهاربینی ورزشی از کشور ما 22 نفر ورزشکار اشتراک نموده با یک مدال نقره و 2 مدال برنجی به وطن برگشتند. سید جان سنگینوف ورزشکار مکتب ورزشی رقم 1 نوحه باباجان غفوروف از دهه افچقلچه در این چهاربینی ورزشی مهارت بلند نشان داده صاحب مدال نقره شد. نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحه باباجان غفوروف ضمن استقبال این ورزشکار را با دستاورد ارزنده‌اش تبریک و تهنیت نموده برایش در مسابقه‌های در پیش ایستاده برای کامیابی‌ها تمنا کردند. تحفه‌های خودروی مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحه باباجان غفوروف با سید جان سنگینوف سپرده شدند. من در چمپیونات آسیا در بین 49 دولت جای دوم را گرفتم. من زیاده از 4 سال میشود که در این نمودی گشتنی کمربندی بخش میکنم که استاد من عبدالله جان جلالوف هستند. در آینده نقشه دارم که در ورزش‌های گوناگون سامبو، جودو، MMA، گشتنی ملی اشتراک کرده پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. ورزشکاران دیگری کشوری ما مهدیار قلندروف دستپروری مکتب ورزشی دهه زرافشان نوحه جبار رسولوف و حاجی اکبر بابازاده دستپروری مکتب ورزشی نوحه مسجد در این چهاربینی ورزشی با گرفتن مدال‌های برنجی مشرف شدند. مهدیار قلندروف را رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحه جبار رسولوف در مرکز نوحه پذیرایی نموده با تحفه‌های خودروی قدردانی کردند. در چمپیونات آسیا که در شهر نوکوس برگزار گردید سزاوار مدال برنجی گشتم. مسابقه در سطح بلند برگزار گردید. حریفا خیلی پرقوت بودند و من 4 حریف خود را مغلوب کرده سزاوار جای سوم گشتم و در آینده میخوام پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم. قید کرده شد که همه این دستاورد ورزشکاران محض نتیجه توجه و دستگیری‌های رهبریت عالی کشور از جمله پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نسبت رشد و عمومیت ورزش و دستگیری جوانان و ورزشکاران میباشد. یادآور میشویم که در این چهاربینی ورزشی از کشور ما رهبریت فدراسیون گشتین ملی کمربندی 4 داور و 3 مربی نیز اشتراک داشتند.